اینجا آمده است. نفری سوال کردن که حاجی بابا همین پیوه هایی که همین آبی جو میگیم یا پیوه میگیم در روسیه هست، استحصال روسیه، آیا همین را نوشیدن اجازت هست یا اجازت نیست؟ برادرای عزیز و گرامی، همین تقوا بسیار چیزی خوبه. اصلا من اولی پیش از اینها را گفتم، همین تقوا بسیار چیزی خوبه. بین در خدا رحمت کنه عزیزای خدا را، میگن فتوا دیگره، تقوا دیگره. لیکن انشاءالله همین انسانی که تقوا داشته باشد، با تقوا باشد، یا گوید که من همین از راه تقوا مقصد باید که روزگذرانی کنم، شکر الله مهربان امروز ما همین نیازی به نوشیدن همینا هم نداریم. اینقدر آبهای میوه هایی که خدا را شکر اینقدر زیاد است، ما میتونیم از اینا استفاده بریم، هم برای سلامتی ما خوب، هم برای دینداری ما خوب. زیرا برادرای عزیز و گرامی، ولی ببینین همین ایران، اینا دبی، پاکستان، همین دولت هایی که مقصد گویم مردم مسلمان زندگی میکنن، اینها استحصال همین را دارن. در تانهاشون ماء الشعیر یعنی آبی جو. این آبی جو برادرای عزیز نوشیدنش هیچ باکی ندارد. اینم طبابتیه، اینم خوبه. فقط همون ناروایش در همایی که وقتی گرادوسش میزنن، وقتی 0.5 یا از او بالا یا پایانتر وقتی میزنن و بعد او قوت مست کننده پیدا میکند. خیلی که در حدیثان پیامبر ما گفتن هر چیزی که اگر زیادش مست کند کمش هم حرامه. برای همین بهترش همینه که حتی بچه ها گفتن که ما همون پیوه هایی که در روسیه استحصال می شود بسیار با حرف های میده 0.05 گرادوس دارن میگه. برای همین یعنی اینهایی که در دولت های اسلامی استحصال می شوند، من خودم دیدم، خواندم نویسندگی که بدون الکگول و همچنان بالاحق شونده با همون اتیکت که بگیم یا تمغه حلال نویسندگی های. یعنی مقصد همون خالص آبی جوه. یگان چیلی که نمین امروز آبهایی که ما داریم اینا در تاجیکستان خودمون هم یا در همون دولت های روسی هم آب پمیدار، آب لیمان، هر خیل نام ها، دابری و مثال هر خیل نام هاشون موندگی هن. یعنی همونا را بینین اونا آب میوان بگیم، آب میوان. یگان چیزی با اونها مقصد یعنی مسکننده نیستن. برای این آبهای جوی که در او دولت های اسلامی استحصال می شوند خودشون می نویسند که بدون الکگول یعنی مسکننده نیست. در این یگان چیزهای مسکننده مقصد یک جای شدگی نیست. برای این برادر عزیز اگر از همون خیلی که من میگم باشد و حلال نویسندگی باشد، خب اینا اکو گارانتی ما همونه. ولی در اینهایش که مقصد نال نویسندگی های پیوه نالش میگن انا یا اینکه مثال ندارد میگد، از ایناش احتیاط کنیم برادر عزیز، بسیار خوب میشه. زیرا همین در مسلمان حلق پاک بسیار نقش مهم میبازد. وقتی حضرت سعد ابن ابی وقاص پیامبر گو حضرت برای من یک راهنمایی کن که همین دست ما برداشتم از الله هر چی که خواستم خدا دعا ما قبول کنه. پیامبر چیش گفت برادران؟ آیا گفتش که روزه بگی؟ آیا گفتش که مقصد انا حج بره؟ یا گفتش که نماز شب بخوان؟ نه، گفت اطیب حلقک، یعنی حلقت را پاک نگه بدار. یعنی از نوشیدن و خوردنی هایی که اونها یا حرام باشن یا در اونها شبهه باشن از اینا ترک کن، اینا را به اینها نزدیک نشه، دعا تعالی مهربان قبول میکنه. ببینید برادران عزیز چقدر برای ما و شما راهنمایی های زیبای از پیغمبری خدا. پاک کنین حلقتونه، الله مهربان دعاتون قبول میکنه. برای همین به همون پیوه هم برادرای عزیز ما روز ما میگذره، ما همون نیازی به همون پیوه نداریم. ببینید اونها را در ضرورت هایی که انسان هلاک میشوه و
بجز مقصد همون آبها دیگر آب نباشد، همجا از روی ضرورت مباح می شود. از شما خواهش میکنم برادر است که سخنهای من را درست فهمین. احتیاط بسیار مهم است. پیامبر نازنین گفته دع ما یریبک الی ما لا یریبک. چیزی که شبهه داره ترک کنین، در چیزی که شبهه نیست آزادانه نوشین، چی باکی نداره. برای همین برادر عزیز در همین مسئله بسیار احتیاط کنین. انشالله به خیر جان خودتونه، به فایده جان خودتونه. حتی در همون پیدایش فرزندم میدونید که همین نوشابه ها و همین خوردنی های ما تاثیر داره. اگر ما مثال هر چیزی شبهه آور، هر چیزی از حرام کرده را اگر تناول کنیم و بنوشیم، فرزندان در تاثیرش میرسه. زیرا که نطفه خودش ایروی غذاه، غذای ما اگر ای شبهه و از حرام باشه، دیگه شما خودتون دانین که اون نطفه که از خوردنی و از نوشیدنی شبهه و حرام باشد، او از او چه فرزند به دنیا میاد. برای همین برادر عزیز بسیار احتیاط کنین. اگر از همو حلال کرده ها و از همو بدون الکل گفتم باشد، نوشیم باکی نداره. لیکن نباشد، هموناش هم ترک کنین، چی باکی نداره. همیناش هم نه 0 گرادوس شو، نه همو پیوه و همین ها را ننوشین. بسیار انشاءالله برای شما خیر داره. الله مهربان نگهبانتون باشه.